بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شکرانه الله سبحانه و تعالی که همه ما و شما رو به این شب مبارک، شب 27م شب قدر، ما و شما را رسانید. حالا وقتی که میخواهیم هر نعمت با برکت شود برایمان، باید که اون نعمت رو شکر بگوییم. شکرانه پروردگار که در یک فضای آرام و آسوده، خاطر جمعی و محبت و اخوت و برادری به این شب قدر ما و شما را رسانید. خداوند عزوجل میگوید که عبادت یک شبینه برتر از 1000 ماه است. حالا فقط 1000 ماه را حساب شماری کنیم، 1000 ماه می شود 83 سال و 4 ماه. 83 سال و 4 ماه. وقتی که بنده مؤمن این شب را عبادت میکند، مثل این که 83 سال و 4 ماه پی در پی دایم عبادت کرده ایستاده است. یا توبه و تضرع گفته، مثل این که 83 سال و 4 ماه توبه و تضرع گفته ایستاده اید. یا تلاوت قرآن را میکنید یا میشنوید، مثل این که 83 سال و 4 ماه شما تلاوت کرده ایستاده اید. یا احسان نیکی انجام میدهید، 1 سومون، 10 سومون، 5 سومون، یعنی هر چقدری که باشد، مثل این که 83 سال و 4 ماه شما احسان کرده صدقه یا که احسان کرده ایستاده اید. این معنی همون رو دارد. حالا برتر میگوید، ما 83 سال 4 ماه میگوییم، یعنی پروردگار میگوید که برتر از 1000 ماه. حالا پروردگار با اون عظمت بزرگیش برتر از 1000 ماه میگوید، تصور کرده نمیشود که پروردگار چقدر عظمت بزرگی دارد. حالا برتر گفتنی او هم نامعلوم است که حالا 83 سال میگیم، کی میدوند 100 سال است، 200 سال است، 1000 سال است، یعنی چقدر است این رو پروردگار خود میدوند. برای همین شب قدر مبارک با برکت می شود برای انسانایی که نیت نیک دارن، قلب صاف و پاک. یعنی نیت نیک قلب صاف و پاک یعنی چی؟ مبادا کسی رو رنجانیده بدید، عذرخواهی کردن. مبادا کسی اگر رنجانیده بود شما رو، بگویید در همین شب که پروردگار رو فلانی 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 من رو ظلم کرده بود، به خاطر خودت من گذشت کردم، پروردگار رو از من گذشت، از من یعنی چیز گناهانی من رو بیامرز. وقتی که انسان رحم میکند، مسلمان رحم میکند، گذشت میکند، حتمی پروردگار نسبت اون گذشت و رحم میکند. برای همین از قدیم مردم ما و شما میگویند که اگر ما به همدیگر رحم نکنیم پروردگار به ما رحم نمیکند. اگر ما به همدیگر رحم نکنیم یا که فکری همدیگر رو نکنیم یا نسبت همدیگر خیرخواه نباشیم، پروردگار هرگز نسبت ما خیرخواه نمی باشد یا که ما رو رحم نمیکند. به خاطر که پروردگار ما رو رحم کند، حتمی ما باید چکار کنیم؟ نسبت همدیگر رحم شفقت داشته باشیم، اخوت داشته باشیم، محبت داشته باشیم، دوستی داشته باشیم، خیرخواه باشیم. این شب شب دعا هست در حق همه، در حق کشور، هموطنانی که بیرونی کشور هستند، چی در مهاجرت مهنتی هستند، چی در دیگر سفرها هستند، در حق امت اسلامی، در حق مردمی مظلومی که بالای سرشون تیر و توپ باریده ایستاده است، اون طفلکانی که چندین هزار کودکی که زیر زنده بگور، زیر تخانه ها و زیر بیناها شدند و زنده بگور شدند، در حق همه این مظلوما باید که دعاگو باشیم و همیشه در فکری دیگران هم باشیم. برای همین دانشمند میگوید اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. میخواهی سعادت ابدی رو پروردگار برایت بدهد، کوشش کن حداقل با دعا هم که باشد، دعا کن سعادت دیگران رو تا اینکه پروردگار سعادتی ابدی نصیب روزیت بگرداند. میگوید برای همین از قدیم مردم ما هم میگویند که اگر ما فکری هم دیگر رو نکنیم، رحمی هم دیگر رو نخریم، پروردگار رحمی ما رو نمیخورد. به خاطر که پروردگار رحمی ما رو بخورد، پروردگار دعای ما رو قبول کند، پروردگار زیر سایه رحمتش قرار بدهد. الله سبحانه و تعالی
و سعادت دنیا و آخرت برساند، باید که ما همیشه در فکر دیگران هم دعاگو باشیم. خداوند عزوجل همیشه در فکر ما و شما می باشد و دعا کنیم که خداوند عزوجل این شب قدر رو با تمام شرافت و بزرگیش و برکاتش نصیب روزیمون بگردون. پروردگارا خود گفته دعا کنید، ما دعا میکنیم، هرگز وعده خلافی نداری. پروردگار دعاهای ما رو به درگاهت قبول بفرما. پروردگار این شب و همه وقت و همه روز ما رو مبارک و با برکت بگردون. پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیمون بگردون. پروردگار همه این بندگانت با امید خانه‌ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشتند، هر یکی امیدها و آرزوها و نیت‌های نیکی دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. پروردگار تمام بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده. تمام مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف، در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزیشان برکت دائمیت نصیب روزی بگردون. خصوصا همه اونهایی که برای پیشرفت کاری مسجد ها، خصوصا این مسجد و این مرکز مهنت و زحمت و مبلغ گذاری ها کردند و میکنند، در عوض این همه عزت و برکت و سعادت دارین نصیب روزیشان بگردون. پروردگار کشور ما را همیشه در این عصر فتنه، در این عصر خونریزی و ظلم و ستم و بیرحمی، پروردگار کشور ما را از تمام آفت و ضرر خطر در پناه خودت نگه بدار. فیض و خیر و برکتت را دائمی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. همه حاضرین را عمر درازی به دردی با برکت، کامیابی های دائمی، عزت و سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. خصوصا حافظای قرآنی که از ابتدای قرآن تا حال قرآن را حفظ، آیت و سوره همگی را تلاوت کردن، پروردگار اجر و پاداش و خیر برکت این ختم قرآن را برای ائمه قاریا و قوم همچون نور و هدایت و برکت و عزت و سعادت بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.